ادبیات بدون تردید آینه جامعه است. جهان رو به ما می نمایاند و ما رو به جهان. یادمان می دهد چطور خودمان، محیط و جامعه رو تغییر بدهیم و چطور زندگی بکنیم. راز ماندگاری و جاودانگی تمدن‌های قدیمی محض مکتوب شدن آنهاست که این همه مدیون ادبیاتند. ادبیات که فقط در داستان و شعر و به این مانندها خلاصه نمی شود، یک مفهوم مطلق است. سهم هنرمندان در گسترش و پویایی آن خیلی بزرگ است که باید همواره مورد تقدیر قرار بگیرند. در روزگار ما کم نیستند هنرمندانی که مطمئناً پس از غروب آفتاب عمرشان مجسمه هایشان برافراخته می شوند و به عنوان الگوها، سرمایه ها و غول‌های عظیم ادبیات یاد می شوند. یکی از همین الگو و سرمایه ادبیات این مستان شیر علی است. اندیشه و تفکرات و شاعرانگی های مستان شیر علی از ادبیات غنی منشأ می‌گیرد. اشعارش که خاکی و متفاوت بودن دیدگاهشان به محیط، جامعه و جهان است، بسیار شورانگیز و فاخر است. شاعر یعنی همین صاحب نگاه متفاوت. مستان شیر علی میگوید به وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. جای خواندم که میگویند اگر مستان دیگر شعر نمی نویست، محض همین شعر او کافی بود که او تا دنیا هست، تا ادبیات هست، تا شعر هست، همچو شاعری که شعری روان میگفت، همچو شاعری که در دل مردم جای میگرفت بماند. زیرا محض همین شعر مستان در سالهای صدا میداد که همگان با یاد وطن بودند، همه دور از وطن و با یاد آب و خاک وطن بودند. محض همین مصرع شعر مستان شیر علی که طریق تمام رادیوهای وطنی صدا میداد نفرانی که بیرون از خاک وطن بودند وادار نمود که به وطن برگردند، در خاک تاجیکستان عزیز باشند و در زیر سایه صلح و ثبات کشور امروز ما این شعر را زمزمه میکنیم و نه همگان خوب درک میکنند. من زیر حصار زیاد می آمدم. هر وقتی که از همین زیر حصار از بینش گذشته می شوم دو چیز به یادم می رسد. یکی مغازه پدر بزرگوار استاد مستان که در همین طرف راست بود و دیگری در پایان منزل استاد مستان شیر علی بود. دو مکان مقدس همیشه در یادم هست و هر وقتی که گذارم همین خیلی است. استاد قناعت میگوید که مستان شیر علی از همه آغاز شعرگوییش رودکی بار سخن میکرد، مثل رودکی، مثل شعر رودکی آسان فهما و در این زمان سهل ممتنع بود میگفتن. بازار صابر گفته است که این یک شاعر است که او را نمی شود که گوید نادیده گیرید. السلام ای رود کشتود عزیز، السلام ای رود کشتود عزیز، السلام ای کوهسار کشورم، گرم بوسیدم که پزمان گشتم بر شما همچون بروی مادرم. السلام ای شوخ دریای اوریج، ای رفیق سالهای نورسی، آمدم با راه با یاد و مهر تو، هیچ نگذشتم ز راه ناکسی. در کنار منزل من یک جهان مهر و محبت در دل من به هر یک ریزه سنگش، هر گیاهش، هم به هر پیر و جوان خوش نگاهش با محبت چشم دوزم. السلام
صداقت دل فروزم. سینه رو پر میکنم من از هوای بی‌غبارش. میروم از کوچه و از رسته های نور بارش. واقعا مستان شیرالی رو همگان با چهره کشاد و لب مویل به تبسم همیشگی به یاد میآورد. این است که عروس خاندان از همیشه با لب خندان پیشواز گرفتن مستان شیرالی چنین یاد میآورد. مطربه احمدی هم خواهرزاده شاعر و هم کلین خاندان. من از سالهای بچگیم نقل میکنم وقتی که شاعر به ناحیه مهمان شده می آمدن و خانه ما اون روزها توی داشت. شاعر تنها نمی آمدن، با همراهیشان سیدعلی مامور، گلنظر کلدی، عسکر حکیم مهمان خاندان ما بودن، مهمان بختی و تمام شاعرانی که حاضر در بنای استقامتی شهر دوشنبه زندگی میکنن و اهل ادب همه مهمان خاندان ما بودن. از اون وقتها در دل من در آینده انسانی که برای که آموزگاری و شاعری رفتن از همون وقتا در عمق دل من جای گرفتگی بود و سبب آموزگار شدنم تقایم می باشند. از همان سالها من 4 مصرع شعر می نوشتم، در حال می دارم به دست مهمان ها می دادم. آنها شعرهای من می خواندن، می خندیدن. شعرهای کودکی من تقایم چقدر فخر می کردن که در اولاد من شاعری هست. انا بینیدن که بعد از سری من اینها جایگزین من می باشند. و سالهای زیاد گذشتن من کلین خاندان شدم و در عائله اهل ادب زندگی کردن برایم خیلی یک هم فخر بود و هم راحت بود. فرزندانم را در همین راه کلان کردم و در روز 60 سالگی شاعر که فرزند نخستینم به دنیا آمدن ما برای زنده کردن نام پدر نامشان را مستان نهادیم، مستان شیرالی ثانی. و همه آن خلق و اطواری که شاعر داشتن، همون مهمان نوازی، همون تبسمی که در لبشان دائما هویدا بود، هم زمانی بیماریشان، هم زمانی که خرسند بودن، هم زمانی که یگان تشویش‌های زندگی بود، همه وقت تبسم میکردن. همین چیز بر فرزند من آمده است و من دائم فکر میکردم که ما چیزهای شاعر رو حفظ میکنه و هر یک پاره کاغذی که من در خانه دارم برای من عزیز است و بعد از سری من این چیزها چی میشوند. نهایت زیق میشدم و امروز بینید که آثارخانه شاعر تشکیل گردید و همه آن چیزهایی که از شاعر مانده بود، تمام دستنویس‌ها، تمام آن جهازی که دست شاعر رسیده بود ما به اینجا سپردیم و خیلی خاطر من جمع شد و من خیلی منت دارم از شخصان تشکیل کنندگان همین آثارخانه. وقتی خط به خط، بیت به بیت و کلمه به کلمه یک شعر رو از نظر میگذارونیم و بررسی میکنیم، به عمق احساس و اندیشه و ضعف و قوت شاعر پی خواهیم برد و خواهیم دید که شاعر در انتقال پیامش توسط این کلمه ها تا چه حد موفق بوده است. جهان پویا و رونده است و هیچگاه عرصه برای گفتن حرف تازه تنگ نخواهد شد. راحت میتوان به مسائل کهنه بازتاب تازه داد، به شرط آنکه توان متفاوت بودن نگاه تازه داشته باشیم. مستان شیرالی خیلی خوب میتوانست ابرازهای مثل اندیشه و تخیل و احساس و عاطفه و آهنگ را در ظرف بزرگ کلمه ها بگنجاند و با مخاطب امروز رابطه نزدیک برقرار بکند. ما بسیار شاعرانمون میدانیم که خب از مجموعه یکمشان، دومشان، سومشان به کمال میرسند آهسته آهسته. اما استاد مستان شیرالی از اولین مجموعهشان که موج‌های زرفشان نام داشت الکی به کمال رسیده بودند و واقعا هم سخنشان اون زیبایی، تراوت، محکمی و معجزی اشعار بزرگترین شاعر عالم فارسی و تاجیکی استاد ابو عبدالله رودکی را داشت و بیهوده نیست که مثل قناعت یک شاعر بسیار هم نظر بلند این حرف را درباره استاد مستان شیرالی گفتند. پسرم، شمع شبم، خورشیدم، گرچه خود در طلب اندرزم، چند اندرز بگیر از پدرت تا که ناداده نماند قرضم. دور تو بر اثر تینجی خود
عهد افزودن آدم شده است. ایده گرچه همه اندیشند آدمیت چه بسا کم شده است. همه جا در صفت دهقان باش، همه را چاش نما پاسیره کن. خس و خاشاک به حالش بسپار، گندم نقل پسر جان سره کن. محض انا همین گونه شعرها و نصیحت های مستان شیرعلی بود که فرزندان او امروز فرزندان وطنند و برای آبادی هر پارچه وطنی خود تلاش می کنند. падарам мисли ҳамаи падарон меҳрубону насиҳатгару ғамхор пуштибонамон буданд ва хушбахтии моро орзу мекарданд. аз як тараф агар он кас аз панду ҳикматҳо то ҳадде огаҳ карда бошандам, аз сӯи дигар наздикиашон бо мо ҳамчун як дӯст, ҳамчун як бародари қиёматӣ, ҳамчун як ҳамсӯҳбати холису беғараз буд. мо фарзандон дар кадом гӯшае набошем, падарам албатта ба аёдати мо меомаданд. бахусус вақте ки ман дар хизмат дар Россия будам, бо вуҷуди оғозшавии бемориашон ба назди ман 2 маротиба омада буданд ва он суҳбатҳои якҷоямон дар ҳавои сарди Россия то фаромӯшнашаванда аст. шеъре ки дар он ҷо барои мани аскарбача эҷод карда буданд, баъд ки дар китобашон чоп шуд, бори аввал аз худашон дар ҳамон Россия дар вақти хизмат шунида будам. тифли ман бас ки расидааст чу фарзанди ватан, арзи хизмат бикунад мисли ҷигарбанди ватан. пардаи субҳ зибарқи нигааш боз шавад, хок зери қадамаш оинапардоз шавад. گر گناهی بود ما را یا گناهی میکنیم، در پناه شعر حسان بے پناهی میکنیم. با همه فرزانگی و با همه دیوانگی شاعری را ترکش و آماجگاهی میکنیم. مهربانی میرسد ما را ز درگاه وطن، جانفشانی ها زیما بادا به آگاه وطن. راه های کشور ما سطرهای شعر ماست، جمع تا آریم افتاده در راه وطن. ان همین مهربانی و جانفشانی های مستان شعرعلی بود که امروزها همه اهل ادب در زادگاه مستان یاد از او میکنند و آن نفرانی که مستان شعرعلی را ندیدند از روی نقلها و از روی شعرها از مهر و محبت او، از چقدر خاکسار بودن او به نیکی یاد میآورند و میخواهند در راه زندگی مستان باشند. افتخار امانقل، کارمند دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده. استاد مستان شعرعلی و سبک و اسلوب خودش را دارد و چنانه که خودش اشاره نموده است، من از این روز به اقلیم سخن پردازی زیرهی طی شده هرگز نروم، دومروی راهگشای نشوم، سفر از راه دیگر بنمایم. زیرا استاد میخواهد که با یک سبک خود رود، زیرا با یگان سبک دیگر پیروی نکرده و سبک خودش را دارد. سبک نوشت استاد مستان شعرعلی به مثل سبک استاد رودکی روان و ساده و فهمو است. چنانه که میگوید هنگام تنهایی بس با من خیال میرسد، آن سان که از راغ در ناگه شمال میرسد. مستان شعرعلی 20 اپریل سال 1935 در دهه زیر حصار شهر پنجکند در اویله دهقان به دنیا آمده است. سال 1950 فاکولته تاریخ و فیلولوژی اونیورسیتت دولتی تاجیکستان به نام لنین را ختم می نماید. سالیان کارمند ادبی روزنامه معارف و مدنیت، ماهنامه صدای شرق و مدیر شعبه نشریات عرفان می باشد. شروع از سال 1964 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. اثرهایش از ابتدای سالهای 50 قرن 20 چاپ شده دقت همگان را جلب نمودند.
او مؤلف کتاب اشعار موج زرافشان، الهام، ریشه در آب، ستاره، تشنگی، سرود راه، اخلاص و غیره می باشد که به طفیل زبانی سفته و پخته، образهای خاطرنشین، بند و بست قوی و شعریت بلندشان مقام او را در ادبیات شوروی تاجیک شایسته گردانیده است. خوشبختانه تقدیر به من نصیب کرده است که در میانه های سالهای 80 یک هفته دراز با استاد مستان شیرعلی، خدا بیامرزد، جلال اکرامی، فاتح نیازی و کاتبی وقتی حزب کمونیست در پنجکین شریف بازارف، خدا رحمت کرده باشد، در سفر ایجادی آنها همراهی کنم و در زیر حصار بودیم، در باغ ساده بودیم، باغ ساده مولا نورعلی بودیم، در پنجرود بودیم و چندین جایهای دیگر بودیم و قصه های بسیار عجیبه با استاد مستان آنجا گذشته است که من البته در یک فرصت مناسب وی را روی کاغذ میبرم. و قرابت دیگری من با استاد مستان این است که عرفه همین جشن ما مجموعه اشعار استاد مستان آماده کردیم، منتخب آثار اشعارشان و در روند تهیه همین مجموعه من از کتابی که شاعر شعرهای آفتابی فرزندانشان به جشن 80 سالگی مستان آماده کردند از آنجا دیدن کردم و بزرگترین شخصیت‌های تاجیکستان از مومن قناعت، محمد جان شکوری، دیگران درباره استاد مستان خیلی بهای بلند دادند و چند سخن مومن قناعت امروز استاد بزرگ من عبدالنبی ستارزاده گفتند که مستان رودکی وار شعر میگفت و در حقیقت شاعرایی که در سالهای 60 و 70 با دیدی نو به ادبیات آمدن از جمله لایق شیرعلی، گلرخسار، بازار صابر و چند نفر دیگر محض از مکتب مستان شیرعلی گذشتند و شاعر نخستین شاعر نوپردازی سالهای 60 و 70 تاجیک محض مستان شیرعلی بود. یک چیز دیگر قید میکنم که من وقتای آخر در شبکه‌های اجتماعی چند شعر و گفته‌های بزرگوار درباره مستان شیرعلی اشعارشون رو گذاشتم و احساس کردم که هنوز مستان شیرعلی خواننده عادی ما کم میشناسم. من در یک نوشته هم گفتم که روی استاد مستان امروز در بالای زیر حصار و پنجکین پر میزند. استاد که خیلی نفری عادی و ساده و دسترس بودن، غرور باطنی اون کس بزرگ بود. مثلا مومن قناعت میگوید که بدی چیست نمیدانست، بد کردن چیست تصور نمیکرد. همین گونه شخصیت بود. من باور دارم که روحی استاد مستان از همدیاران امروز راضی است. سخن گفتن برای بزرگان به ویژه میزان ارزش آنها کاری آسانی نیست. ایده از اشعارش را سرود و ترانه‌وار می‌خوانند و می‌سرایند و لذت و حلاوت استیتیکی می‌بردارند. السلام ای مردم باننگ و آری این دیار، السلام ای نوری استقلال و فیض بیشمار، با صداقت بر سخن بهر وطن برخاستیم. السلام ای هم نوای و هم فضای و هم دیار، بهر زان و شبان هیچ نگیرد آرام، مگر از نیک و بدی دهر سخن میگوید. دل من با زنان در لب دریای دمان، گشته برگشته به تکرار وطن میگوید. تاجیکستان همه جا آینه دستی منی، همه جا عکس تو در دیده من جلوگر است. ماه یک تاست ولی ماه تو زیباست مرا، شمس یک تاست ولی شمس تو پرنورتر است. جوانم
آرزو بسیار دارم. یک بخش طلب برچار دارم. نیم از غافلانی راهی هستی، بر راه خود دلی بیدار دارم. مجایم در نگاهی آن جوانه که سازی چشم را بیراز بیند. مبارک باد میلاد روزی مستان، 90 سال مبارک روزی مستان. به ما گویا که شادی شریک است، همان پرغان و هم بهبودی مستان. به دلها نظمی مأوا گرفته است، چون رفشند روزگاران روزی مستان. بهاران است و نوروز است و خوش است، بود نوروزی ما نوروزی مستان. به نامش مکتب در زیری حصار، دبستانی علم آموزی مستان. اگر پیروزی ما را نصیب است، بود پیروزی ها بهروزی مستان. غریبیم بی وطن نیستیم هرگز، به قول قلم دلسوزی مستان. کنون از شاعری میلاد کنی یاد، که امروز است آخر روزی مستان. بازار صابر می نویسد که ما مستان را به نهایت برمحل از دست دادیم. از زمانی که هنوز هیچ چیزی جوان از صورت و سیرتش نسترده بود. حتی پسر بچه هایش طلبه های مکتب بودند. روزهایی که طبیعت همکنون رنگ و بوی و برگ و بار می گرفت. بازار برکت بوی سبزوات و میوه های پیش پزک می کرد. مستان شیرالی در دراماتورگی نیز دستی قوی داشته است. دراماهای زال و رودابه، زبونیسا، طاهر و زهرا به قلم او تعلق دارند که در چندی از تئاترهای جمهوری صحنه‌گذاری شدند. شعر و داستان‌های شاعران بزرگ جهانی را نیز به تاجیکی ترجمه کرده است و سال 1987 در سن 52 سالگی از عالم در می‌گذرد. این آینه نور که بوده است که از آب رخش چشمه خورشید نموده است. این که گذشتن زبری ما به خاموشی، خاموش که خاموشی او اوج سرود است. در غنچه لبهاش اگر بوی بیان نیست، شهر این خبری تازه عشق از که شنود است. خوش می رود و رفتن او نیست ودای او را که به هر مقدم پدرود درود است. او را که به هر مقدم پدرود درود است. گردست سخا مایه ناز است بشر را، اینوست که اعضای وجودش همه جود است. این بنده خدایا که خدایی است که بندش بودایی و ترسا و مسلمان و یهود است. یک بار که بر بام فلک رفت دیگر رفت. آیین جهان گرچه فراز است و فرود است، آن است که از روز ازل نیست سقوطش. راهی که کند عزم صعود است و صعود است. ما را همه این دیده حیران زی قفایش با شوق و خطابی که کی بوده است کی بوده است. مستان شیرالی بوده است. سلامت. 1974 من به خدمت حربی رفتم. دوره عاشقی، دوره جوانی. از یکی کتاب فروشی های شهر خوجند کتابی خریدم با نام ستاره و این کتاب با قلم استاد مستان شیرالی تعلق داشت و این کتاب را 2 سال با خود نگاه داشتم و از همین کتاب در همون دوره یک شعر از یاد کرده بودم. شادم به نامم امروز مکتوب یار آمد، بر قلب بیقرارم صبر و قرار آمد. با مهر عاشقانه 100 بار خواندم آن را، پر نورتر بدیدم
خورشید آسمان را. از کاغذ سفیدش سیمایی یار دیدم، از کاغذ سفیدش سیمایی یار دیدم، آواز فارمش را از نامه اش شنیدم. یارا تو را فراموش هرگز نمی نمایم، از راه عهد و پیمان بیرون نمی برایم. گمان میکنم که استاد مستان شیرعلی دو ژانر فراموش شده ادبیات ما را در دوره شوروی به ادبیات ما وارد کردند. این ژانر دوبیتی و ژانر ربایی بود که محض استاد مستان این دو ژانر را به ادبیات ما وارد کردند. سلام. بزرگ صابر درباره شاعری مستان میگوید: گرچه مردم هرچی میگویند، چوبی صد داره به خون شاعران سرخیده میگویند. شاعری را در فلک کشتند میگویند، شاعری را سوختند. خاکسترش را هم به آب دجله افکندند، شاعری را دوختند از گفتگو لب. گرچه مردم هرچی میگویند که چون در آرزوی نامی حافظوار نیست، کی نمیخواهد که یک دانه کمترین باشد ولیکن شاعری باشد. شاهکاری نه اگر بیت بماند یاد بود در زبان ملت خود. مستان در زبان ملت خود بهترین شعرها به یادگار گذاریده. هر جا که سخن از وطن و وطنداری رود، مدام بیت های او ورد زبان است. میگوید: به وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است.